سلام، وقت شما بخیر. سومین برنامه لیدرشپ چالش HR چالش رو در خدمتتون هستیم. در دو برنامه گذشته در خدمت دکتر دیانی و دکتر احمدی مباحث توسعه منابع انسانی و نورو لیدرشپ رو مطرح کردیم. این جلسه مهمان عزیزی داریم، آقای دکتر احمد حسنی، دکترای منابع انسانی دانشگاه علامه طباطبایی و مدیر منابع انسانی گروه شرکت‌های همکاران سیستم. یک تفاوت ویژه این برنامه ما داره و مهمانش و اون اینه که من با آقای دکتر احمد حسنی در دوران لیسانس در دانشگاه علامه یه جورایی هم کلاس بودیم. حالا فراتر از اون شاید هم اتاقی هم بودیم. درست احمد جان؟ بله. خیلی خوش اومدی. خیلی خوشحالیم که در خدمتتون هستیم. اتاق چند بودیم؟ 204. 204. آره، من به همین دلیل چون که دوست عزیزم که خیلی هم ارادت دارم خدمتش هست، من ایشون رو با اسم کوچیک صدا میکنم و در خدمتشون هستم. خب خیلی خوش اومدی. خیلی خوشحالم که دعوتمون رو پذیرفتی و امیدوارم که این بحث بتونه برای مخاطبینمون مفید باشه. سوال اولم اینه که احمد جان، شما اصلا چی شد رفتی سمت منابع انسانی؟ چون میدونم که شما همکاران سیستم رو از حوزه‌های تخصصی شروع کردی، پروداکت منیجر بودی، البته شما دکترای منابع انسانی داری، حوزه مدیریت هم خوندی، یعنی کاملا مرتبطه. اما این که مشخصا رفتی منابع انسانی از کی بود؟ پیشنهاد کسی بود؟ خودت بود؟ چطور؟ سلام. منم ممنون بابت دعوتت. خدمتتون عرض کنم که خب اگه برگردم به 18 سالگی که کنکور دادیم، اون وقت خیلی ایده مشخصی خود آدم بگم داشته باشه نداشتم، مثل شاید خیلی از دوستان. مشورت ها خیلی اثرگذار بود، پدر، مادر، عزیزان، دوستان و اینا. خب اتفاقا من زیست شناسی قبول شدم. بعد یه مدتی دقیقاً هم یادم نیست امکان تغییر رشته برام فراهم شد و از علامه شروع کردیم و یکی از افتخاراتم این بود که خدمت شما بودیم اونجا. خب مدیریت علامه رو خوندم، همزمان که دیگه لیسانسم تموم شد شروع به کار کردم، یعنی از سال 82 وارد بازار شدم و در کار پشتیبانی نرم افزارهای همکاران سیستم به عنوان کارشناس پشتیبانی مشغول شدم، ولی سیستم‌های اداری رو سرویس میدادم و تو ذهنم این بود که این به درس هم ربط داره دیگه، تو داری سیستم‌هایی رو سرویس میدی که درسش خونده. همونطور که گفتین به مرور که رفتم جلوتر توی همکاران سیستم اومدم به سمت حوزه‌های تخصصی تر، تو حوزه محصولات همکاران سیستم و بخش زیادی از عمر کاریم اونجا مدیر محصول راهکار نرم افزاری همکاران سیستم بودم. برای دوستانی که شاید براشون یه مقداری سوال باشه که یعنی چی، یعنی معماری محصول همکاران سیستم از زاویه بیزینسش. این محصول چه فیچرهایی باید داشته باشه، چه فرآیندهایی رو باید ساپورت کنه، نیازمندی‌های مشتری چی هستن و چطور باید اینو تبدیل کرد به یک سفارش کاری برای مشتری، تولید نرم افزار و ارائه به دوستان. و اتفاقا خیلی به من کمک کرد، اگر که بخوام بگم، دونستن فرآیندها، مطالعه بست پرکتیس ها توی نرم افزارهای جهانی که معمولا ما ورودی میگرفتیم، خب به ما خیلی کمک میکرد و به من دیده به نظرم سیستمی خوبی رو داد و یکی از دستاوردهای خودم رو مشارکت کنار یه تیم خیلی خوب توی ارائه این محصولی میدونم که الان در مقیاس بیش از چند هزار مشتری داره ازش استفاده میشه و حس خوب خیلی خوبیه. اما به مرور که رفتیم جلوتر، خب تحصیلاتم هم ادامه پیدا کرد تو حوزه منابع انسانی و توی سازمان هم این مسیر برام فراهم شد که از حوزه نرم افزار بیام تو حوزه اجرا. وارد حوزه منابع انسانی شدم و توی تیم منابع انسانی همکاران سیستم سعی کردم اون چیزایی که از فرآیندها، اون چیزایی که از دانشگاه، اون چیزایی که از تجربه و شناخت کنار هم قرار بدیم و اونجا نقش بازی کنیم و الان خیلی خوشحالم که عضوی از تیم منابع انسانی شرکت. خیلی هم عالی. شما 22 سال فکر میکنم تجربه کاری داری، همونطوری هم که گفتی از لیسانس شروع کردی.
از اواخر لیسانس. از اواخر لیسانس. بسیار هم عالی. و خب باید اذعان بکنیم که همکاران سیستم هم یکی از کسب و کارهای بسیار خوشنام و موفق هست که تونسته هم ارزش افزوده‌ای به جامعه بده و هم از نظر بیزنسی موفق بوده. من خوشحالم که شما رو کنارمون داریم که میتونیم بگیم که چند سال تو اچ آر همکاران هستی؟ من 10 سال هست که به نوعی با فعالیت‌های اچ آر همکاران از کارشناس، سرپرست، عضو کمیته‌های منابع انسانی شرکت مشغول هستم و حدود 7 سال از این رو مسئولیت مدیریتی. عالی، که حدود بالای 12 سال پس در منابع انسانی یه همچین مجموعه معظمی. خیلی ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتی و امیدوارم که این تجربیات رو بتونیم استفاده بکنیم. من میخوام سوال اول رو و حالا سوال اساسیمو اینجوری بپرسم که احمد جان، چون موضوع ما هم مهمترین چالش‌های حوزه منابع انسانی و حالا چالش‌های حوزه‌های توسعه منابع انسانی هستش. از نظر شما که هم از نظر خب آکادمیک الان در دانشگاه تدریس میکنی، هم درسشو خوندی، آشنایی با پرکتیس‌های بین‌المللی، هم از نظر عملیاتی من میدونم که شما سالها خیلی سیستم‌ها رو اونجا ساختین و اصطلاحاً توی کار هستی، توی خود کار اجرا هستی. الان مهمترین چالش‌های منابع انسانی به نوع توسعه منابع انسانی رو چی می‌بینید؟ اولا حتما هم نظریم که الگوهای سازمان خیلی قابل کپی برداری و اجرای عینش توی سازمان دیگه و رسیدن به همون نتیجه نیست. حتما نتایج با هم فرق میکنه و من اینجا در خدمتتون هستم یک کمی این دیدگاه ها رو که به اشتراک میگذارم حتما احتیاط لازم در این که درستیش انطباقش با کانتکست توی سازمان های دیگه چطور میتونه اتفاق بیفته. ضمن این که خب ما هم تو همکاران سیستم کارهایی که برای انجام دادن داریم حجم کمی نیست. درس آموزی از پروژه‌ای که رفتیم و شاید به نتیجه‌ای که فکر می‌کردیم نرسیدیم کم نیست و اینا همش اون جریان یادگیری و درس آموزی و بهبود رو در کنار خودش داره. به من بگید خیلی خلاصه من فکر می‌کنم که جایگاه منابع انسانی، این که تو واحد منابع انسانیه یا بخشی از نقش مدیریتی مدیران هست، شاید مهمترین مسئله است. اگر از خودم بپرسم که آیا شما یه پروژه منابع انسانی رو فرض بفرمایید توسعه عمل کرد، توسعه مدیران، پروژه از جنس توسعه منابع انسانی میخوای تعریف کنی و اجرا کنی، اون سوال اول اینه که مالک این پروژه کیست؟ مسئول این پروژه کیست؟ آیا واحد منابع انسانی است؟ آیا این بخشی از ذهنیت مدیریتیه؟ آیا واحد منابع انسانیه که باید توسعه منابع انسانی رو پیش ببره، جانشین پروری رو اجرا کنه، یا این بخشی از مسئولیت من مدیره که باید آدمام هم توسعه بدم، باید حواسم به بیزینس من باشه، باید برنامه‌ریزی من بکنم، باید کنترل و مراقبت خودم هم داشته باشم. به نظر من اشکالی که الان یه مقداری میبینم، حالا اویدنسایی دارم برای اینکه از کجا میگم اینه که انگاری مالکیت، مسئولیت موضوعات منابع انسانی مال واحد منابع انسانیه، یه مال یه جایی خارج از ارتباط مدیر با فرد و این مهمترین اشکاله. مدیر فروش مسئولیت بودجه و تحقق بودجه فروش و توسعه بازار و اینها رو دارد، اما آیا به اندازه اون مسئولیت تیم سازی، مسئولیت توسعه افراد منابع انسانی واحدش رو برمیداره یا نه؟ وقتی این اتفاق نیفته که به نظر من جایگاه درستش، که حالا این حتما یه بازتعریفی از نقش منابع انسانی رو هم لازم داره، جایگاه درستش شکل بگیره که الان به نظر من جای کار داریم توی این. حالا گفتم مصادیقی ازش خدمتتون بگم، شما میری توی همایش‌های منابع انسانی داری در مورد توسعه مثلا فرض‌های منابع انسانی صحبت می‌کنی، داری در مورد مصاحبه صحبت می‌کنی، هر چیزی که وصله، کیا مخاطبینن؟ به ذرس قاطع میگم بخش زیادی چه مدعوین منابع انسانی ها رو دعوت میکنن، چه خود آدمایی که دوست دارن و مخاطبین علاقمندن که برن اونجا بشنون ببینن چیه، و از همونجا به نظر من اشکال شکل میگیره. این مال واحد منابع انسانیه. بعد منابع انسانی چه اتفاقی وقتی
اونرشیپ موضوع شکل نگیره. البته خیلی باید مراقبت کنیم که واژه‌ها رو چجوری استفاده میکنیم. آره، وقتی مالکیت موضوع جای درستی تعریف نشه، اتفاقی که میفته در عمل و در میدان عمل که میخوای یه موضوعی رو پیش ببری، احساس میکنی یا عمق لازم رو نداره، یا باید خیلی فشار بیاری یه کاری رو انجام بدی به نتیجه لازم نمیرسه، یا هر چیز دیگه. مهمترین چالش به زعم من اینه: مخاطبین برنامه‌های آموزشی، مخاطبین پروژه‌های منابع انسانی در وهله اول مدیران هستن و اونها باید مسئولیتشون رو در این خصوص خوب ما جا انداخته باشیم. معمولا خیلی از پروژه‌های مثلا فرض بفرمایید چون منابع انسانی مدیریت تو همکاران سیستمی که نمونه‌های به نظر من قابل مطالعه است انصافا. ما یه اکوسیستمی از 100 تا شرکت هستیم، همینا هر کدوم از این شرکت‌ها هیئت مدیره دارن، کابینه مدیریتی ما بالغ بر 400 نفر هست و مسئولیت اداره منابع انسانی توسط این دوستان داره اتفاق میفته. دارم به این فکر میکنم که یک همچین اکوسیستم بزرگی، آیا این مسئولیت مدیر ساختن، مدیرای بعدی، مدیرای فردا با کیه؟ با منابع انسانیه یا با هر مدیریه که الان داره نقش ایفا میکنه و لازم اون موضوع پیش بره؟ من مهمترین عارضه رو این میدونم که کارهای منابع انسانی مدیران به واحدهای منابع انسانی برون سپاری شده. این اشکال در عمل و در اجرا عارضه هایی رو داره که ممکنه مدیران عامل، مدیران ارشد رو از اجرای پروژه‌های منابع انسانی دلسرد بکنه، مدیرای عملیاتی به اندازه کافی از اون حس توسعه پیدا نکنه. برعکس این داستانم به نظر من هست. یعنی واحد منابع انسانی باید بره بشینه و ما دوستان منابع انسانی باید برن بشینن و بیزینس یاد بگیرن که وقتی حرفی میزنن، وقتی استدلالی میکنن، از بیزینس پارتنر بتونن یا از شریک کسب و کار بتونن اون پیشنهاد رو ازش دفاع بکنن و درکش بکنن. هم در منابع انسانی یه خلایی از بعد بیزینس تا حدی هست، حالا حتما که شدت و عدتش تو جای مختلف فرق میکنه. هم در جایگاه، در نقش منابع انسانی مدیرا ما به نظر من موضوع داریم. من اتفاقا توی سمینار این 26 کنفرانس عرصه یادگیری هم اشاره کردم، گفتم امیدوارم یه روزی مخاطبین این کنفرانس ها مدیرانی باشن که اتفاقا زمینه اچ آر یا فعالیت اچ آری ندارن و میان یاد میگیرن و برعکس ما منابع انسانی ها بریم توی سمینارهایی بشینیم حوزه تخصصی یاد که یه دریافتی و عمقی رو بتونیم ایجاد بکنیم که طراحی که انجام میدیم اون طراحی منطبق با اون داستان باشه. میریم چیکار میکنیم؟ فرض بفرمایید و چون ما این مسیر رو خیلی رفتیم، با خیلی از مشاوران خوشنام این بیزینس کار کردیم، خیلی از دوستان کمک کردن و حتما فعالیتشون اثرگذار بود. کانون‌های ارزیابی تو برنامه‌های توسعه، برنامه‌های آموزشی، اینا حتما مهمن، حتما اثرگذارن، ولی بردشون از یه حدی بیشتر نمیشه وقتی که آدمه تو کار توسعه پیدا کنه. من میخوام مدیر بسازم، میخوام آینده مدیریتی شرکتم رو تضمین کنم، چه اتفاقی باید بیفته؟ باید حتما آدم‌هایی با استعداد تونسته باشم، خوب شناسایی کرده باشم و بعد در دل کار امروز یک مسئولیت‌های، فردا یک مسئولیت‌های دیگری، پس فردا یک مسئولیت‌های دیگری، تفویض اختیار، دنبال کردن پروژه‌های چالشی دادن به اون آدم، به جای اینکه خب بگم تو امروز برو سر کلاس کارگاه فلان بشی یا برنامه توسعه فلان رو پیش ببر. این اگر جا بیفته مطالبه از منابع انسانی شکل میگیره. اون وقت واحد منابع انسانی میشه جایی که سرویس های لازم رو برای درخواست های واحدهای عملیاتی فراهم میکنه. من نیاز آموزشی دارم، من مدیر میخوام یکی رو تارگت کردم روش کار کنم، باشه مدیر آینده این شرکت، اما این یه نیاز آموزشی داره، این دوره رو براش میخوام، از دل کار در اومده، من طراحی نکردم و بعد عمق خوبی پیدا میکنه و حتما به نتایج بهتری میرسه. خیلی ممنون. نه من انقدر لذت میبردم. یه دونه از فکر میکنم چالش های یا دغدغه های الان منابع انسانی، حالا حداقل برای من، اینه که فضای منابع انسانی کشور هم یه مقداری تئوری شده، یه مقداری اجازه بده راحت باشیم صحبت بکنم، یه کمی شو شده
و اتفاقاً عرصه برای صحبت‌های عملیاتی، کسایی که این کار رو تجربه زیسته دارن باید بیشتر بشه و من انقدر لذت می‌بردم و دقیقاً نکاتیه که شاید خیلی باهاش موافقم و به خاطر همین قطع نکردم استفاده بکنم. بخوام یه خلاصه‌ای بکنم از صحبتات احمد جان، یک این که مهمترین چالش منابع انسانی رو اصلا یک نوع نگاه، یه دیدگاه، این که اونرشیپ منابع انسانی رو کی باید برداره. آیا منابع انسانی یک تسکه یا یک روی کرده که باید از فقط واحد منابع انسانی داشت، یا هر کسی که مدیره مسئولیت اولش منابع انسانی واحدشه و بعد حوزه تکنیکالش؟ من فکر میکنم که یه مقاله 2024 یا 2023 حالا دقیقا یادم نیست مکنزی منتشر کرده بود که از 100 تا CHRO تو دنیا پرسیده بود آخرین تحولات منابع انسانی دنیا رو چی میبینید. حالا یکی از 4 یا 5 عاملی که اونجا اسپرده بود، فکر کنم 4میش این بود که لیدر لد، یعنی همین مفهوم که میگه در دنیا دیگه منابع انسانی وظیفه مدیران خط، مدیران واحد هاست و اون بازسازی که فرمودی منابع انسانی هم بس ساختارش رو بس عوض بکنه، در راستای اون قرار بگیره. پس نکته اول اینه که ما بیایم مسئولیت منابع انسانی رو محدود به کارشناسان، مدیران و اعضای واحد منابع انسانی نکنیم. خیلی هم خوب اشاره کردیم، مخاطبان ما همه خودمون دور هم جمع میشیم، برای خودمون سمینار میذاریم، خودمون از خودمون تعریف میکنیم یا تمجید میکنیم، یه چیزایی هم میگیم، خوشحال هم هستیم و این حرف درستیه. چرا مخاطبین ما مدیران عامل نیستن؟ چرا مخاطبین ما افراد سایر مدیران نیستن؟ نکته دومی که تو صحبتت بود این که مدیر منابع انسانی و افراد منابع انسانی هم باید بیزنس رو یاد بگیرن و باید به همون اندازه برن به اون اشراف برسن. خیلی عالی. شما تو صحبتات به خوبی اتفاقا سوال دوم من رو بهش ورود کردی و خیلی هم خوب. حالا یکی از این عرصه های مهم بحث توسعه مدیرانه، توسعه رهبرانه، اصطلاحاً لیدرشپ دیولپمنت، یا حالا بحث های تالنت منیجمنت، این که ما به هر حال باید یک استعدادهایی رو شناسایی بکنیم برای آینده. تو این حوزه اشاره خوبی داشتی به این نکته که این فقط در قالب یه سری ورکشاپ و کارگاه نیست، این هم یک جرنیه که فرد باید شاید آن دی جاب این رو بره به صورت عملیاتی ببینه. تو این حوزه، یعنی در توسعه رهبری، مهمترین چالش رو حالا بجز موردی که گفتی چی میبینی و تجربه شما چیه و به نظر شما دوستان ما که این موضوع رو میشنون و ما هم از همین جای اصلاح بکنیم دیگه، بس ما مخاطبون منابع انسانی ها نیستن دیگه، تمام مدیران و افرادی که دغدغه منابع انسانی دارن، پیشنهادت چیه براشون تو این حوزه توسعه رهبری؟ ببین، ما اولا بگم اون سمینارها، اون کنفرانس ها، اینا از این برداشت از صحبت من نشه که اونا رو مفید نمیدونم، نه خوبن قطعا، اما کامپلیمنت مکملش میشه در واقع این که ما برای کار منابع انسانی برای مدیرای غیر منابع انسانی زیاد بکنیم. الان جالبه تو بقیه حوزه ها اصلا دوره هست، سرفصل هست، تو منابع انسانی هم هست ها، ولی هنوز عمق زیادی پیدا نکرده. شما دوره دارید، دوره آموزش مالی برای مدیران غیر مالی. ما یا یک همچین در واقع انسجامی رو تو حوزه منابع انسانی داریم یا اینها نمیدونم. خیلی جای کار داره، قطعا خیلی جای کار. ببینید، من در مورد ما خیلی نیاز به توسعه مدیریت تو سازمان کار خودمون داریم، چون توضیح دادم خدمتتون ما تقریبا 100 تا شرکتیم، برخی از این شرکت‌ها شرکای تجاری ما، برخی از این شرکت‌ها در همکاران سیستم هستن. بنابراین همیشه دغدغه‌مون بوده و مسیرهای مختلفی رو رفتیم، مسیرهایی که هر کدومش رو رفتیم بعد به نتایجی رسیدیم، خوباشو برداشتیم ادامه دادیم، اون ضعفاشو سعی کردیم برطرف کنیم. و جالب خدمتتون بگم، ما پارسال اصلا یه سندی تهیه کردیم برای این موضوع که اصلا درس آموزیامون در این 35 سال از توسعه مدیریت چه
موارد مهمی رو داره نشون میده و برای آینده میخوایم چیکار کنیم. من 3 تاشو بگم چون 10 تا درس آموزی رو داشتیم تو همکاران سیستم. 3 تا موضوع اصلی این بود که اولا کسی رو نمیشه توسعه داد تا خودش مطالبه کننده توسعه نباشه. اینجوری نیست که شما برید یک کسی رو انتخاب کنی، حتی درست هم انتخاب کنی، یا آدمی که استعداد مدیریتی نداره بگی تو میخوام توسعه پیدا کنم و انگیزش رو نتونه شما رو قانع بکنه که برای این کار انگیزه داره. و قانع کردن برای این که من برای این کار انگیزه دارم یعنی وقت گذاشتن، یعنی یه جاهایی حتی تعادل زندگی عادی به هم خوردن برای اینجور برنامه هاست. یکی به این نتیجه رسیدیم که ما حتما باید عمیقاً با خود فردی که ما فکر میکنیم یا مدیرش فکر میکنه، حالا این اکوسیستم رو یکسان در نظر میگیرم، که میتونیم روی این برای آینده مدیریتش سرمایه گذاری بکنیم، مطمئن بشیم که خودش هم به اندازه کافی پای این کار هست. پس مصاحبه ای رو طراحی کردیم که خروجیش یک پیمان نامه است، اصلا مکتوب میکنیم، اصلا یه ساختار داره، میگه برای چی میخواد اصلا وارد این حوزه بشه. بعد از اینکه توضیحات ما رو دریافت کرد که ورود به این حوزه چه اتفاقی میفته، میره فکر میکنه، بعد در قالب یه پیمان نامه این رو برمیگردونه. دوستانی هم هستن که ممکنه بگن که این فعلا بذاریم یه زمان دیگه یک برنامه. موضوع اول این. موضوع دوم اینه که اگر بخوام بگم 2-3 تا فرایند هستن که باید از بالا شروع بشن. سازمان از بالای رأس سازمان شروع بشن که مثلا میگم فرهنگ از این چیز، از این دست است. شما میخوای رو فرهنگ کار کنی، از بالا باید شروع کنی. بهتر از بالا شروع کنی. حالا باید رو شاید کلمه تأکیدی خوبی نباشه. این هم از اون دست فرآینداییه که از بالا باید شروع. توسعه رهبری لازمه که از بالا شروع بشه. دلیلش رو میگم خدمتتون. یعنی چی؟ یعنی مدیر عامل خودش بگه که به این مقوله فکر کنه، هیئت مدیره به این مقوله فکر کنه، مدیر عامل به این مقوله فکر کنه، مدیران بلافاصله مدیر عامل به این موضوع فکر کنن و بعد این در واقع تسری پیدا کنه. موضوع سوم که به این دومیه در واقع میتونم بگم مرتبطه، مشارکت مدیران در اجرای برنامه‌های توسعه است. مثال بزنم خدمتتون. شما میخوای یه کارگاه آموزشی برگزار کنی، خیلی ساده. اون کارگاه به نظر شما کی خوبه برگزار کنه؟ ما به این نتیجه رسیدیم که باید یک پیری از یک صاحب نظر بیرونی با یک مدیر ارشد داخلی حتی رو محتوای دوره کار کنه. بیان بگن که ببین ما میخوایم در مورد فرض بفرمایید استراتژی صحبت کنیم یا مدیریت استراتژیک صحبت بکنیم. من چی کار کنم که هم این دوره محتوای خیلی خوبی در زمان اجراش داشته باشه، هم بتونم کارها و تکالیفی رو مشخص کنم که برای ادامه بتونه پیش ببره. ساده‌شو گفتم کارگاه آموزشیه، پیچیده‌اش میشه ورک اساینمنت ها یا اساینمنت های کاری که باید اتفاق بیفته و این مدیرای ارشد هستن که مدیر بلافاصله طرفه که میتونه رو این فضا حرکت کنه و شکل بگیره و همه اینا رو تو طراحی جدید لحاظ کردیم. الان که دارم خدمتتون عرض میکنم، هیئت مدیره همکاران سیستم هر کدوم مسئولیت دارن در قبال 2 یا 3 نفر یا 4 نفر از دوستانی که ما فکر میکنیم که آره در آینده میتونیم مسئولیت‌های بیشتری رو از اینها بخوایم. و اون وقتی که اون مسئولیت رو دارن، قرارهایی رو با اونها دارن و در اون قرارها کارهایی رو تعریف میکنن که این کارها واقعی است، سازمانی است، یه پروژه شرکتیه، یه دلیگیشن، یه تفویض اختیار واقعیه. بله، یک جریانی کنار این مسئولیت رو اچ آر داره هماهنگ میکنه. اینی که اینا چجوری ثبت و ضبط بشن، پرونده اینا چجوری ما بفهمیم یه خط سیر رو داریم دنبال میکنیم. 2 اینکه چقدر خود این مدیران توانمندن که این کارو بکنن. خود اون دوستان ممکنه دوره آموزشی براشون بگذاریم که چطوری اتفاق بیفته. 3 تحصیلگری، کارهایی که اونا میخوان انجام بدن ولی در توانمندیشون یا در زمانشون نمیگنجه. حالا اگر برنامه توسعه که در منابع انسانی دنبال میشه، سفارشکارش رو از مدیرانی گرفت که در قبال یه عده دیگه مسئولن برای این دوره آموزشی، برای این فرآیند، احتمال موفقیت بالاست و وای به حال اون روزی که منابع انسانی یه گوشه بشینه که من برای اینها باید چیکار کنم، چه تدارکی ببینم، یک کسی رو که میخوان آموزش. ما حداقل به این نتیجه رسیدیم که ما باید
کنار وایسیم، به قول شما که توی کوچینگ به ما یاد دادید کوچینگ هنر کنار وایسادنه، ما باید کنار وایسیم اما مراقبت کنیم جریان وجود داشته باشه و هر جایی دستی بالا شد که من به این سرویس نیاز دارم، اون سرویس رو بتونه فراهم بکنه و پیش ببره. این اکوسیستم ما هم زیاد نیست داریم با این شکلش تجربهش میکنیم، ولی به نظرمون میرسه که داره جواب میده. هم دوستانی که خودشون پای کار بودن و اون تعهدنامه رو امضا کردن مسئولیت رو برمی‌دارن، هم وقتی که خود هیئت مدیره همکارانسی مسئول این کاره، گزارش هایی رو که داره مرور میکنه گزارش کار خودشه به نوعی و باز اونجا تعهد میده و تدارک میبینه برای ادامه چی کار باید بکنه و اون برنامه هایی که اجرا میشه و تدارک میشه، هم از کارگاه آموزشیه، هم از تخصیص یک کاریه، هم از خدمتتون عرض کنم یه دستورالعملیه برای ادامه کار اون دوست، خیلی واقعی و مبتنی بر کانتکست داره. عالی عالی. پس 3 تا نکته رو در آموخته خودتون در این سالهای زیادی که روی بحث‌های توسعه رهبری کار کردی فرمودی. اول اینکه خود فرد بپذیره، مطلع باشه و بیاد مسئولیتش رو برداره، یعنی مشارکت با خود فرد در اشتیاقش هم داشته باشه و اشتیاق فرد در فرایند توسعهش. دوم، فرایند توسعه رهبری از بالای سازمان شروع می شود و خود مدیران ارشد در جریان توسعه دادن خودشون هستند. و سوم، مشارکت مدیران در توسعه که حالا مصداقش هم فرمودید که الان در همکاران سیستم هیئت مدیره، مدیران ارشد خودشون به عنوان فکر میکنم کوچ اینترنال، به عنوان افرادی که منتور اینها هستن، اومدن مسئولیت چند نفر رو برداشتن و این خیلی هم مصداق همون نکته اول دیگه که مسئولیت و اون اونرشیپ منابع انسانی رو منابع انسانی کنار وای نسته برداره. پس الان شیر شده بین خود فردی که میخواد توسعه پیدا بکنه، مدیرانی که میخوان دیگران رو توسعه بدن و منابع انسانی که کنار این ساختار رو نگه میداره و به این شکل میشه. مدیر پروژهش اصطلاحاً منابع انسانی. دقیقاً. اونرش، اونر پروژه، مدیر، خود افرادم و مدیره. آره اصطلاح خیلی خوبیه. بسیار هم عالی. مرسی که این تجربه خیلی خوب رو به اشتراک گذاشتید و جالب اینه که اینها شاید ما تو خیلی از کتابا بخونیم، تو خیلی از مقالات بخونیم، اما تجربه‌ای که شما الان داری عملیاتی میکنی و از کارهای قبلی درس آموخته شده و داره اجرا میشه و ارزشمند هستش. خیلی ممنونم از این وقتی که گذاشتیم. من میخوام سوال آخر رو به دوستان بخوای به صورت خلاصه، خب خیلی از دوستانی که وارد عرصه منابع انسانی میشن، اگر به عنوان فردی که هم در قسمت آکادمیک هم در قسمت عملیاتی مسئولیت داشتی و آگاه هستی، چه توصیه‌ای داری به جوانهایی که میخوان در حوزه منابع انسانی بیان رشد کنن و منشأ اثر باشن؟ شاید اون تجربه از تجربه زیسته خودم بیاد و اون چیزی که به خیلی از دوستانم اینو گفتم و بعد بعضیاشون به من برگردوندن که آره این نکته خوبه از این کار کرده بشه. من به نظرم کسی که میخواد تو حوزه منابع انسانی وارد شه 2 بال برای خودش باید متصور باشه و هیچ این دوتا بدون هم کار نمیکنه، چون با 1 بال نمیشه پرواز کرد، با 2 بال میشه پرواز کرد و این 2 بال به هم ربط دارن. یکیش اینه که تخصص، دانش، به روز بودن برای کسی که میخواد وارد این عرصه بشه لازمه. من باید آگاه باشم به روندها، به تجارب، به تحقیقات، به مطالعه ها و متخصص باشم. حرفی که میزنم حرفی باشه که متقن باشه و از یافته ها، این از روحیه جستجوگری میاد، از علاقه به یادگیری میاد و توی منابع انسانی این به نظرم خیلی پره. بال تخصصی. بال تخصصی. بال دوم بال ارتباطه. یعنی شما خیلی ممکنه دوستی باشه، صاحب نظر باشه، اما انرژی در ارتباط، جلب نظر طرف مقابل، متقاعد کردن، تعامل، دیدن از زاویه طرف مقابل رو، توانمندیشو نداشته باشه، بتونه از زاویه طرف مقابل هم به پدیده نگاه کنه، بتونه ارتباط خوبی بگیره. میگن
ما از منابع انسانی انتظار نداریم. میریم پیش منابع انسانی، دوست داریم که مثلا انرژی بگیریم، دوست داریم حرفمون شنیده بشه، گوش کردن فعال، نمیدونم شنیدن، انرژی دادن در ارتباط. این بال دومه و هر کدوم از اینا نباشه به نظر من پرواز خوب اتفاق نمیفته. یه کسی که مسلطه، بروزه و در ارتباط هم آدم توانمندیه، به نظر من تو حوزه HR خیلی خوب و با سرعت خوبی میتونه اعتماد جلب کنه، میتونه رشد کنه و منشأ اثر بشه. عالی. پس دوستان جوان در حوزه منابع انسانی همون قدری که به حوزه تخصصی باید بپردازن و عمیق بشن، شما میگید که بال دوم مهارت‌های ارتباطی، مهارت‌های نرم و اون حوزه‌هایی که چون شغل منابع انسانی شغلیه که لازم تعامل بکنی، بری متقاعد بکنی، بری جلب نظر بکنی و این رو شما توصیه میکنید که در خودشون تقویت بکنن. بله، این مهارت پلاس مایندست ارتباط، مردمداری، دوست داشتن آدم‌ها، این یه چیزاییه که ممکنه آدم باید به خودش رجوع کنه، بگه من به عنوان من دارم اینو، دوست دارم با مردم، دوست دارم مسئله از کسی حل کنم. اگر این باشه، این اشتیاق درش باشه، مهارتش هم هی به مرور میتونه تکمیل کنه. عالی، خیلی ممنونم. مرسی که این وقت رو در اختیار ما گذاشتی و از تجربیات خوبت استفاده کردیم و زحمت کشیدی و این تایم رو گذاشتی. ممنون از شما و کار خوبی که میکنید. سلام میشه. خیلی ممنون دوستان و امیدوارم که محصل این بحثی که با هم داشتیم برای شما هم کاربردی باشه و بتونه به یادگیریاتون اضافه کنه. متشکرم.